از هوش بپرسیم که نظرش در مورد خلیج فارس چیه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. سلام مرداد، چطوری؟ سلام. به نظرت خلیج فارس درسته یا خلیج عربی؟ خلیج فارس اصلا بحثی روت نیست، اسم تاریخی و درستش همینه. خب چه مدارک و اسنادی برای این داری که خلیج فارسه؟ مستندات زیادی هست، نقشه‌های جغرافیایی قدیمی، متون تاریخی و حتی سکه‌های دوره‌های مختلف همه از نام خلیج فارس استفاده کردن. یه سری کشورهای دور و بر دوست دارن اسمش رو عوض کنن، ولی واقعیت رو که نمیشه تغییر داد. خب به نظر ترامپ اگه بیاد اعلام بکنه خلیج عربی یا خلیج عربستان چه اتفاقی میفته؟ این کار فقط تکناحزی اون رو نشون میده. نام خلیج فارس تاریخی و بین المللی است و با اعلام یک نفر عوض نمیشه. به خصوص ترامپ که خیلی‌ها حرفا و اقداماتش رو جدی نمیگیرن. مرسی، ممنون. آره خنده‌داره ها. نگران نباش، خلیج فارس همیشه خلیج فارسه. عشق، خداحافظ. خداحافظ مرداد.